درباره فریلانسینگ من چیز زیادی نمیگویم، فقط میگویم که کارمندی است که اختیار خود را دارد، کارمند آزاد در هر شبانه روز از ساعت بدون از اینکه مقید باشه میتونه کار بکنه، میتونه سفارش بگیره، میتونه خدمت بکنه و میتونه کسب روزی حلال را برای فامیل و خانواده خیش فراهم بکنه. اگر ژورنالیسم بزرگوار ما سعی و تلاش داره، باید حس مالکیت داشته باشه، مالک افکار و گرداننده افکار این ملت بزرگوار و عزیز باشه که سالیان سال برای نظام اسلامی و برای بقای دین خیش قربانی داده و بزرگوارایی که امروز فارغ میشه و روانه زونها میشه، تنها چیزی که امروز ما کمبود داریم گفتم حس مالکیت هست. شما سرمایه های افغانستان هستیم، شما بزرگ مردان افغانستان هستیم، شما کسایی هستیم که به دستان شما نه تنهایی که باید فامیل های بزرگوار شما بهره‌مند از اقتصاد خوب بشه، بلکه باید به دستان مبارک شما و با فکر و اندیشه روشن شما باید حول شما روشن بشه و این وقت ممکن است که شما حس سربلندی و حس مالکیت را داشته باشین. اگر تنها به فکر خود و فامیل خود باشیم، این کار ناکام هست و شما به جایی نمیرسید.